در نام یاور مقدس فرا می‌خوانم هندسه مقدس شریانت را، پرتوهای 12گانه الهی و تمام استادان و فرشتگان این پرتوها که در متن ارسالی نور و عشق الهی را جاری سازند و خیر و برکت دهند به تمام کسانی که این مطلب را می‌خوانند. کتاب من هستم، استاد سنت ژرمن. مترجم هانا. خوانش علیرضا محمدی. استفاده و نشر این مطالب برای عموم آزاد است. گفتار چهارم، بخش دوم. من نمیتوانم زمانی را به یاد بیاورم که به اندازه امروز کمک طبیعی در دسترس جویندگان باشد و دانش آموزان باید با اشتیاق و شادی از این فرصت استفاده کنند. هنگامی که به نام، قدرت و اقتدار من هستم توانا صحبت می کنید، انرژی نامحدودی را به فرمان خود آزاد می کنید تا خواسته های خود را برآورده کنید. چرا اجازه می دهید شک و ترس بیش از این شما را در بر گیرد؟ وقتی می دانی من دری باز هستم که هیچ کس نمی تواند آن را ببندد، دروازه‌ای به سوی فراوانی عظیم خدا منتظر است تا با تمام قدرت جاری شود، تا شفا دهد، تا برکت دهد و هدایای غنی به تو ببخشد. جرأت داشته باشید، احساس کنید، از این قدرت قدرتمند خدا بودن در خود استفاده کنید. دانش آموزان عزیز، آیا متوجه نیستید که اگر مصمم و قدرتمند باشید که روی دانش خود بایستید، می توانید کمال را این گونه ابراز کنید: من انرژی الکترونی قدرتمند هستم که در تمام سلولهای ذهن و بدن من جریان دارد و در این لحظه پر و تجدید می شود. اگر این را با تمام شور و حرارت قلب خود احساس کنید، در عرض چند دقیقه یا چند ساعت می توانید هر بار آزاردهنده در ذهن و بدن خود را برطرف ساخته و به آن نیروی قدرتمند و خالص اجازه دهید تا کار خود را بدون عیب و ایراد در افکارتان انجام دهد. شما می توانید هر عصب، هر عضوی را تجدید کنید و هر عضو بدن را تقریباً فوراً به حالت کمال برسانید. آه که چرا این را احساس نمی کنید؟ چرا آن را اعمال نمی کنید؟ هنگامی که شروع به تجربه نتایج شگفت‌انگیز کنید، اعتماد به نفس شما سر به فلک می کشد و ذهن شما یاد می گیرد که با اطمینان کامل به این حضور قدرتمند تکیه کند. پس اگر احساس کردید که نیروی لازم برای حل یک مشکل را ندارید، با شادی و قاطعیت در این دانش برخیزید و بگویید: من حضور قدرتمند هستم، انرژی شاد و درخشان که در ذهن و بدن من موج میزند، هر چیز غیر از آن را رد می کند. خودم را برای همیشه در این انرژی شاد و درخشان قرار می دهم. شما می توانید این نیروی خالص را در ذهن و بدن خود حرکت دهید، همانطور که من می توانم دستم را در مقابل شما حرکت دهم. ممکن است در ابتدا فکر کنید هیچ نیروی مغناطیسی و الکترونیکی بزرگی را حس نمی کنم که در من جریان دارد. با این حال دلیل نمی شود که شما آن را دریافت نمی کنید.
گرچه حتی با تمام وجود خود آن را فراخوان کرده اید. فردی ممکن است اظهار کند که در امورات خود به یک راه حل کامل دست پیدا نمی کند. دانش آموز می تواند حضور قدرتمند من هستم را فراخواند تا آن را در کسب و کار و دنیای خود جاری سازد و به آن دستور دهد که هر چیزی را که کمال نیست را پاک کرده و همه چیز را با کمال عظیم خدا من هستم جایگزین کند. پس فرمان دهید که این کمال شما را حفظ کرده و قدرت بیوقفه خود را آشکار سازد و دنیایتان را از هر گونه اختلاف پاک کند، زیرا من هستم قدرت برتر خداوند خالق است. نیازی به فشار آوردن به خود یا ایجاد تنش از طریق فعالیت بدن نیست، اما ما می توانیم به برتری و منزلت خداوند برسیم و پاکسازی لازم را برای رسیدن به این هدف انجام دهیم. لازم نیست که با صدای بلند صحبت کنیم، بلکه می توان با لحنی بسیار آرام و دستوری صحبت کنیم. تنها در اتاق بایستید و اعلام کنید من ارباب دنیای خود هستم. من آن هوش پیروز هستم که حکومت می کند. من این انرژی هوشمند درخشان خدا را به دنیای خود می فرستم. به او دستور می دهم که همه چیز را به طور کامل خلق کند تا کمال خدا را بیاورد و آن را در دستان من و برای استفاده من نمایان سازد. من هستم دیگر فرزند کوچک مسیح نیست، بلکه حضوری هستم تکامل یافته که با قدرت صحبت می کنم و فرمان می دهم. به این ترتیب خطاها و نواقصی که شخص ایجاد کرده است می تواند تغییر یابد و قدرت من هستم می تواند بلافاصله در این کمال آنچه را که می خواهد دوباره ایجاد کند و تا زمانی که مشغله های ناسازگار فکر و احساس شما مانع نباشد، این قدرت برای همیشه جریان دارد. این یک وعده بیهوده نیست که کسی که به دنبال نور است دوباره این عصای قدرت را دریافت خواهد کرد. اگر در یک مسیر پیاده روی در جنگل راه برویم، می‌دانیم که در صورت تمایل می توانیم از همان راه برگردیم، اما باید خودمان تصمیم بگیریم. بنابراین ما قرن هاست که به دنبال قدرت و عظمت در دنیای بیرون بوده ایم و دریافته ایم که همه چیز فقط یک توهم است، فقط شنهای روانی که فردا می تواند از بین برود. اگر با شادی فرمان الهی خود را بر عهده گیرید، می توانید محکم بر پایه مرئی صخره حقیقت خداوند بایستید. هنگامی که دانش شما از تجربه عملی شما حاصل شود، هیچ مزاحمت خارجی نمی تواند شما را متزلزل کند. جویندگان حقیقت تعجب می کنند که چرا در عزم خود برای چنگ زدن به حضور خدا که حوزه قدرت آنهاست محکم و استوار نمی مانند. آنها
تلاش بسیار کمی برای تشریح ظواهر بیرونی خود انجام می دهند و تلاش نمی کنند آنچه که در درون آنها پنهان است و عامل اختلال، سؤال و تردید بوده را کشف نمایند. با این حال هستند کسانی که از قدرتی که در اختیار دارند استفاده نموده و عمیقاً در انگیزه های خود نفوذ می کنند و به آسانی می توانند دانه های شیرین را از مزرعه طلایی بیرون کشند و به زودی خود را از آشفتگی رها می سازند که باعث ایجاد شک و تردید در مورد خود و حتی در مورد حضور خداوند در قلبشان می تپد. اگر دانش آموزان نسبت به خود و خدای خود، یعنی من حضورم، صادق باشند و هر آنچه را که در درونشان آزارشان می‌دهد را از ریشه بردارند، می‌توانند نور و درخشش قدرتمند خدای بزرگ را احساس کنند. بنابراین این آزاد کردن من حضور هستم در عشق و هوش آسان خواهد بود. هر کدام از شما تنها مرجع در هر یک از جهانهایتان هستید. هرگز از این نترسید که کمال دنیای شما ممکن است به نحوی به دنیای موجود دیگری آسیب برساند. البته اگر تعمداً قصد آسیب رساندن به کسی را نداشته باشید. مهم نیست که محیط پیرامون در مورد شما چه فکری می کند یا چقدر سعی می کند تردیدها، ترسها و محدودیتهای خود را به شما تحمیل کند. شما برترین فرمان روای جهان خود هستید و هر کاری که باید برای محافظت از خود انجام دهید در این کلمه نهفته است: من حلقه محافظ قدرتمند و جادویی اطرافم هستم که غیر قابل عبور است و هر فکر مزاحمی را از بین میبرد. هر گونه تضاد و اختلاف به وسیله من دگرگون می شود. من هستم، کمال دنیای من است. ای عزیزان، دیگر نیازی به تعجب، تزلزل و زیر سؤال بردن قدرت کلمه من هستم نیست. پس رو به جلو جرأت کنید و از این قدرت خدا استفاده کنید. این خود را در من هستم هر چیز نشان می دهد. من هستم حضور مشهود آن اربابان معراج محبوبی است که می خواهم در برابر من ظاهر شوند و از آنها کمک بگیرم. شما اکنون به مرحله ای رسیده اید که می توانید تمام اختلافات را از ذهن خود دور کنید. قلب‌های خود را با این جوهر الکترونیکی خالص پر کنید و آگاه باشید که هیچ اختلافی نمیتواند به این لحظه حال نفوذ کند. باز هم به شما میگویم شما بالاترین قدرت در دنیای خود هستید و اگر فکر خود را با این جوهر پر کنید، هیچ چیز گیج کننده ای هرگز نمیتواند شما را لمس کند. ما میخواهیم از این قدرت استفاده کنیم تا همه اختلافات را از بین ببریم و با قاطعیت اعلام کنیم خدا. پس من هستم بالاترین در انسان است. هر کجا که بروم من
همانند خداوند آفریننده دنیای خویشم. سپاسگزاری. شعله خلاق قدرتمند، ما امروز تو را ستایش و سپاسگزاری می کنیم برای حضور با عظمت، شفا و برکتت که دلیل پیشرفت و بهبودی همه چیز است. با حضور خلاق و روحیه حفاظتی خود وارد قلب بندگانت شو و اجازه بده کمال عدل الهی برتری خود را در تمام نقاط برجسته در سراسر کشور و جهان حاکم کند. عطا کن که تمام قدرت در دستان پیام‌آوران آموزش دیده و اثبات شده تو باشد تا با نصرت الهی بر همه مناصب عالی ریاست کند، تا همه جهان شفا و برکت و سعادت یابند و تا همیشه اثرات تاریکی از بین برود.